گرامی داشت نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخار ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق گیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورов یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 59. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخی قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. علم و ادب تاجیک در عصر 13، میانه های عصر 14. اصطلاح مغول بر رشد علم و ادبیات ضربه سخت رساند. در این دوره در محل‌هایی که تحت تصرف مغول‌ها قرار گرفته بودند، رشد ادبیات به نظر نمی رسید. تنها در آخر عصر 14 و ابتدای عصر 15 مرکزهای ادبی از نو به ماوراءالنهر و خراسان کوچیدند. از بزرگترین نمایندگان نظم فارسی تاجیکی عصر 13 جلال الدین بلخی رومی، سعدی شیرازی و امیر خسرو دهلوی را میتوان نام گرفت. جلال الدین بلخی رومی سالهای 1207 1272 از شهر بلخ بوده از بزرگترین عالمان و شاعران متصوف است. از اثرهای معروف او دیوان غزلیات و مثنوی معنوی به شمار می روند. امروز روز نوبت دیدار دلبر است، امروز روز طالع خورشید اکبر است. دی یار قهرباره و خونخوار بود، لیک امروز لطف مطلق و بیچاره پرور است. از حور و ماه و چرخ و پری هیچ دم مزن، کانها به او نماند که او چیز دیگر است. مثنوی معنوی از 26,000 بیت عبارت بوده اساسهای فلسفه تصوف را در بر گرفته است. مصلح‌الدین سعدی شیرازی تقریباً سالهای 1219 1292 قریب 30-40 سال عمر خود را در مسافرت گذرانیده. سال 1256 به شیراز می آید و به تألیف اثرهای خود می پردازد. ایجادیات سعدی به تأثیر نظم قدیمه تاجیک تشکل یافته است. به قلم سعدی اثرهای گلستان، بوستان و سلسله غزلیات تعلق دارند. او در نثر بدیعی نیز مهارت بلند داشت. در ادبیات اصول پند و نصیحت را جاری کرده، در اثرهایش عقیده های انسان پرورانه و غایه های وطن دوستی را تبلیغ نموده است. امیر خسرو دهلوی سالهای 1253 1325 در شمال هندوستان تولد یافته است. پدرش از شهر کش بوده هنگام هجوم مغول به هندوستان فرار نموده است. به قلم او دیوان اشعار، اثر خمسه، داستانهای قران السعدین،
مفتاح الفتوح، 9 سپهر، خیزرخان و دوولرانی منصوب است. یکی از دانشمندان دیگر علم و ادب این دور محمد ابن قیس رازی می باشد که دایر به عروض اثر المعجم فی معایری اشعار العجم را نوشته است. در این دوره تاریخ نویسی رواج یافته، یک قطار مورخان اثرهای مهمی تاریخی آفریدند. مهمترین اثرهای تاریخی این دور تاریخ جهانکشای علاءالدین عطاملیک جوینی و جامع التواریخ رشیدالدین فضل الله به شمار می روند. علاوه به معلومات اکادمیک باباجان غفوروف گفتن ممکن است که بجز این 2 اثر تاریخی در این دوره باز اثرهای دیگری مهم به مثل طبقات ناصری منهاج الدین جوزجانی، سیرت جلال الدین منکبرنی شهاب الدین نسوی، ملحقات الصراح جمال قرشی، تاریخ بناکتی فخرالدین بناکتی، تاریخ سیستان مؤلف گمنام، تاریخ گزیده حمدالله مستوفی قزوینی، تاریخ نامه هرات سیفی هیروی و غیره آفریده شدند. بابی 5، خلق تاجیک در دولت تیمور و تیموریان. 1. تاریخ سیاسی، جنبش‌های خلقی. تیمور و اولین قدم‌های او در راه به دست آوردن حاکمیت. در این باب اکادمیک غفوروف وضع سیاسی ماوراءالنهر و خراسان را در نیمه دوم عصر 14 به سر حاکمیت ماوراءالنهر آمدن تیمورلنگ، لشکرکشی‌های او به کشورهای دور و نزدیک، زمان حکمرانی وارثان تیمور در عصر 15، حیات فرهنگی خلق تاجیک در عصرهای 14، 15 و دیگر مسئله های تاریخی آسیای میانه را در این دوره انعکاس کرده است. خانهای مغول در زمان حکمرانی خود در آسیای میانه تدریجاً دین اسلام را قبول کرده، سیاست مرکزیت دادن حاکمیت داری خانی را پیش گرفتند. اما این گونه سیاست ناراضگی پیشوایان قبیله های مغول و ترک را به وجود آورده، باعث سرزدن مبارزه های بین خانها گردید. از جمله در نیمه اول عصر 14 در ماوراءالنهر در نتیجه مناقشه های حاکمان محلی حاکمیت خانی ضعیف گردیده، پیشوایان قبیله ها نفوذ کلان پیدا کردند. در بین خانها و حاکمان محلی برای وسع نمودن حدود ملک‌های خود پیوسته جنگ و خونریزی ادامه می‌یافت. گروه‌های علاهده نیز پیدا شده بودند که با مقصد به دست آوردن حاکمیت و مال و ثروت به هر گونه جنایت‌ها دست می‌زدند. یکی از چنین سرداران گروه تیمورلنگ بود که نیمه دوم عصر 14 در ماوراءالنهر به مبارزه های سیاسی دست زد. او پسر یکی از اشرافان قبیله برلاس ترغی بود. تیمور در اول در اطراف خود دسته خرد را جمع آورده به دزدی مال مردم مشغول شد. سپس در مبارزه های سیاسی بین حاکمان از سال 1360 تا سال 1370 گاه به طرف یکی و گاه به طرف دیگر گذشته مبارزه می برد. از جمله سال 1361 هنگام هجوم خان مغولستان تغلق تیمور به ماوراءالنهر به طرف استیلاگران گذشت. تیمور خدمت تغلق تیمور را قبول نموده از جانب او حاکم شهر کیش تعیین شد. کمی دیرتر تیمور با حاکم بلخ امیر حسین همزبان شده به تغلق تیمور خیانت کرده بر ضد او به مبارزه برخاست. اما تیمور و حسین شکست خورده به جانب سیستان فرار کردند. سال 1364
حسین و تیمور لشکر مغول را شکست داده ماوراءالنهر را در تصرف خود درآوردند. اما مردم هر دو امیر را بد می‌دید، زیرا خونخواری و ظالمی حسین در بین مردم معلوم شده بود. سال 1365 پسری تغلق تیمور الیاس خواجه به ماوراءالنهر بر ضد حسین و تیمور لشکر کشید. حسین و تیمور لشکر گرد آورده در ساحل دریای چیرچیق به مقابل او جنگیدند. در وقت مبارزه باران سخت بارید که اسب‌ها در گیل لغزیده می افتادند. از این رو این جنگ در تاریخ با نام جنگ گیلی یا جنگ لای مشهور است. در این جنگ تیمور و حسین شکست خورده به جانب بلخ فرار نمودند. لشکر مغول باشد به جانب سمرقند حرکت کردند، اما نیروهای حربی شهر با همراهی حسین به بلخ فرار کرده بودند. جنبش سربداران. در همین وضعیت یکی از شاگردان مدرسه مولانزاده در مسجد مردم را به مبارزه بر ضد دشمن دعوت کرد. اعیان و اشراف شهر سمرقند او را سردار محافظان شهر تعیین کردند. 10,000 نفر جوانان مسلح برای محافظت شهر پیش او سوگند یاد کردند. در تشکیل مدافع شهر مولانا خردک بخارایی و ابوبکر کلوی نداف نیز سهمی کلان گذاشتند. مولانزاده در مدت 3 شبانه روز نقشه مدافع شهر را ترتیب داده قوه ها را در جایهای ضروری گذاشت. از جمله در نزدیکی دروازه های شهر دیدبان ها گذاشتند. شهر را به قطعه ها تبدیل داده بغیر از کوچه مرکزی دیگر همه دروازه های شهر را بستند. در دو طرف کوچه مرکزی محافظان شهر جایگیر شده در آخر آن خودی مولانزاده با صدها تیرانداز ماهر قرار گرفت. به مردم شهر نیز دستور داده شد که خواب نکرده وظیفه های خود را در نقطه های تعیین شده اجرا نمایند. از شکست خوردن و فرار حسین و تیمور خان مغول الیاس خواجه گمان کرد که شهر سمرقند بی محافظ مانده است. بنابراین دسته های پیشجنگی او به سمرقند آمده وارد کوچه اساسی آن شدند. در همین وقت محافظان شهر با اشاره مولانزاده به لشکر مغول از 3 طرف هجوم کردند. محافظان از سنگ و فلخمان ها نیز استفاده نمودند. لشکر مغول تلفات زیاد داده مجبور شد عقب نشیند. روز دیگر لشکر مغول دوباره به شهر هجوم کرده از اصولهای جنگی خود استفاده نمودند. اما این دفعه هم به مقصدشان نرسیدند. سپس چند مدت شهر را محاصره نمودند، اما در همین وقت در بین آنها بیماری طاعون اسب پیدا شد. از این سبب آنها گرد و اطراف شهر را غارت کرده پس گشتند. هنگام رسیدن این خبر به تیمور، او به نزد امیر حسین رفته در خصوص به دست آوردن سمرقند مشورت کردند، اما در اصل از مبارزه با مردم سمرقند می ترسیدند، چون که برای شکست دادن آنها باوری نداشتند. بنابراین به خلاصه آمدند که به سمرقند هجوم نکرده آن را به واسطه مکر و حیله به دست دارند. از این رو تیمور و حسین به راهبر محافظان شهر نامه نوشته قید کردند که اداره شهر به او تعلق دارد و ساکنان شهر جزا داده نمی شود. همچنین به راهبر شورشگران به واسطه جاسوس‌های خود تحفه ها فرستادند. جاسوسان تیمور و حسین وضعیت شهر را آموخته کوشش کردند که در بین مردم تفریقه اندازند. سپس اولی فصل بهار سال 1366 تیمور و حسین با لشکر خود به سمرقند رفته به سربداران مکتوب نوشتند که مضمون مکتوبشان این بود: ما به شما باوری کلی داریم
و با شما بهتر از دیگر حکمرانان رفتار خواهیم کرد. با این گونه رفتارها تیمور و حسین به باوری راهبران سربداران در آمدند. راهبران سربداران به لشکرگاه تیمور و حسین رفتند. هنگامی رسیدن به آنجا همه‌شان دستگیر گردیده کشته شدند. تیمور از حسین خواهش کرد که از خون راهبر سربداران مولانا زاده گذشت نماید. با این خواهش تیمور مولانا زاده به قتل رسانیده نشد. به همین طریق جنبش سربداران سمرقند بی‌رحمانه فرو نشانده شده. امیر حسین و تیمور دوباره حکمران این شهر گردیدند. جنبش سالهای 1365 1366 ظاهراً نه فقط سمرقند بلکه دهه‌های اطراف را نیز فرا گرفته بوده است. لیکن منبع‌های تاریخی در این باره خیلی کم معلومات دادند. حرکت سربداران در دیگر منطقه ها پیشتر شروع گردیده بود. از جمله در غرب خراسان سالهای 1337 1381 تقریباً در ظرف نیم عصر دولت سربداران موجودیت خود را نگاه داشت. سالهای 1350 1392 در مازندران و از سال 1370 در گیلان دولت سیدها به وجود آمد. جنبش سربداران سمرقند سالهای 1365 1366 و کرمینه را سال 1373 نه اینکه در جدایی بلکه در قرینه همه این حرکت ها باید دید که بعضی غایه های معین آنها البته به شکل مخفی در میانه و چاریک سوم عصر 14 به آسیای میانه نیز نفوذ کردند. باباجان غفورов تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 59. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.